خداوند به اسرائیل اعلان می نماید که ورا جزا در پیش است. چون اسرائیل را شفا دادنی شوم، گناه افرایم و بدکرداری های سامریه آشکار خواهد گردید، زیرا که رفتارشان کاذبانه است و دزدان می درآیند و دسته راهزنان در بیرون هجوم می کنند و در دل خود نمی گویند که من تمام شرارت آنها را در خاطر نگاه داشتم. الحال کارهای بدشان آنها را احاطه نموده است، آنها به حضور من آشکار است. با شرارت خود آنها پادشاه را و با سخنان کاذبانه خود سروران را خرسند می کنند. همه آنها سرگرم زنا می باشند، مثل تنوری که نانپز آن را آتش می دهد و از وقتی خمیر کردن تا وقتی رسیدن آن از آتش دادن باز می ایستد. در روز پادشاه ما سروران از گرمی شراب بیمار شدند و او دست خود را به این مسخره بازان دراز کرد، زیرا که آنها در کمینگری خود دل خود را مانند تنور می گردانند. تمام شب نانپزشان می خوابد، بامدادان وی مثل آتش النگناک در می گیرد. همه آنها مثل تنور تفسیده داوران خود را فرو می برند. همه پادشاهان آنها فرو می غلطند و در میان آنها کسی نیست که مرا بخواند. افرایم با قومها ارالش شده رفته است. افرایم نان گردیده است که روی دیگرش به آتش برگردانیده نشده است. بیگانه ها قوت او را خوردند و او نمی داند. موی سرش نیز سفید شده است و او نمی داند. و افتخار اسرائیل پیش نظر او سرپست شده است، ولی آنها با این همه سوی خداوند خدای خود رجوع نمی کنند و او را طالب نمی شوند. و افرایم مثل کبوتری ساده دل نافهم گردیده است. مصر را می خوانند، سوی اشور می روند. هنگامی که آنها می روند من تور خود را بر آنها خواهم انداخت، مثل مرغان هوا آنها را فرو خواهم آورد. چنان که به جماعتشان شنوانیدم آنها را اذیت خواهم داد. وای بر حال آنها، زیرا که از من دور شدند. آن ویرانی بر آنها باد، زیرا که در حق من جنایت کردند. و آیا ممکن است که من آنها را رها کنم؟ و حالان که آنها بر ضد من سخنانی دروغ گفتند و آنها با دل خود سوی من استغاثه نبردند، هنگامی که بر بسترهای خود فغان میکشیدند، برای غله و شراب جمع شده بر ضد من عصیان میکنند. و من آنها را ادب آموخته بازوهاشان را تقویت دادم، ولی آنها در حق من اندیشه های بد کردند. آنها رجوع نمایند هم نه به سوی خدای تعالی است. آنها مثل کمان حیله‌گر می باشند. سرورانشان از باعث زبان گستاخانه خود به دم شمشیر خواهند افتاد. به این سبب آنها در زمین مصر اندخریش خواهند شد.